معلوم است که جمالدین جان در شهر روسیه بودن، مسافر بودن، فقط سرودای مادر ما را در اینترنت تماشا میکردن، آبی چشم میرزوندن. رفیقان نزدیک جمالدین خواهش کردن که موافق طلب ما، موافق طلب سرشمار جمالدین جان یک سرود غربی شود بعد بر رقص بازی ما در خدمت شما سرودای ما پایانداز شما. خوش آمدین نور دیده تاج سر ای بندگان خدا. مرحمت ما دست به جای خود میشنیم سرودای ما بهر شما. در دولتی روز مردکار شدم، از میلی سبو عدلش بیزار شدم، بر هر خس و خاری وطنم زار شدم. صدقه وطنم که مانندی بیشتر از آبای غریبی ما را کشتر، خانه خنک نکن تبو بالیشتر، خامه رویم بالیشتی سرمان خیشتر. آچه تو جایی بچه ای را بردن بینی، هزه بیایی که بچه ای زرد بینی، این بچه ای را دوری دوشیده دیگره، این بچه ای زرد بین میسوزد چیگره. تاجیکان عذاب کشیدستند، در کوچه مانده و باز مردستند. روزایی مسکوه و دوشنبه روی تاجیک بچه مرده شب مردستند. آجم زنگ زده الا بچه جان سازی، بچه همونجا نکنی دختر بازی، یک برده نان بیا و هستم رازی. آچه قرض میکنم خانه میروم رازی. آچه کجایی بچه ای را برده بینی، هزی بیایی که بچه ای زرده بینی، این بچه ای را دوری دوشیده دیگره، این بچه ای زور طبیب میسوزد چیگره. جون کی دتای نگم تازه کن روتا یا آبی دیدتا، جوره ها میگم بیا توی نقص دیدتا. از اون گویی من چیدی ما خوش آوازه، بینی من و آچم یک رنگی درازه، آچم کروتا کرده یو به من مخرا، این بچه ای کشته عذاب نمیره. آچه تو جایی بچه ای را ترد بینی، خیزی بیایی که بچه ای زور
چایزون طبیعی میسوزد جگره